سلام، مخلص همگی موشکافم. میگم این که روباه مکاری مثل شیخپری بند بازی کنه پدیده عجیبی نیست، تو خونشه. این که آب دزدکی مثل علی گدا هم بره تو فاز حرکت پاندولی بازم جای تعجبی نداره. اصلا دو دوز بازی یکی از شرایط ولی فقیه. اما وقتی خرچنگ نظام بره تو کار بندبازی و مارمولک بازی دیگه معلومه وضع نظام ولایت خیلی خراب شده. بصیرت یعنی دشمن شناسی و به وقت وارد میدان شدن. چی؟ بصیرت چیه؟ این پرت و پلاها چیه میگی تو؟ آخه مگه جمعه بازار ولایت جای کلاس دشمن شناسیه؟ مگه نمیبینی علی گدا چطور افتاده تو هچل؟ بابا راجع به مسائل روز نظام حرف بزن. در اون ظلمتکده دوره طاغوت که بردن اسم امام جرم بود، بنده در اون حماسه به عنوان طلبه کوچک این گوشه کنارها بودم. عجب داستانی داریم ما. بابا خاطرات لاشخوربازی های تو و باقی نوچه های خمینی به چه درد علی گدا میخوره آخه؟ ظلمت کده دوران طاغوتو چی کار داری؟ از ظلمت بازار نظام ولایت بگو. از 22 بهمن 57 تا همین الان یه چیزی تو مایه های 36 ساله که شما خوندا سر کارید. 22 بهمن هم با منشئیت ولایت بود. مردم به دستور امام به خیابانها آمدند علیرغم خطرات فراوانی که داشت. 9 دی هم دقیقاً مردم فهمیدن فتنه‌گران ولایت را هدف قرار دادن. همتون آمدید یک پارچه شعار دادید این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. نه این نبود. اون موقع تو یه طلبه بودی این گوشه کنارا، یادت نمیاد؟ میگفتن دو دیس و دیس اومده به عشق ساندیس اومده. اصلا فرض کنیم به عشق هر چیزی اومده بودن. ببینم این حرفا چه ربطی به داستان همه پرسی شیخپری و تحریم های جدید و این حرفا داره؟ در 9 دی سال 88 فتنه‌گران آمده بودند سرمایه انقلاب و نظام اسلامی را به تاراج ببرند، کشور را ناامن نشون بدن. 9 ماه شما مردم تهران دیدید هر مناسبتی اینا آتش به پا می کردن. به موقع وارد شدید تو دهنی به اینها زدید، سفره‌شون رو جمع کردید. سفره‌شون جمع شده. از اول دی تا امروز که 20 دیه هی میگید 9 دی فتنه 9 دی فتنه 9 دی فتنه. بعد سفره‌شون جمع شده. اگه جمع شده پس این جلزه بلزا واسه چیه؟ بعد 5 سال از چی میترسی؟ این چه دردیه که هیچ جوری علاج نمیشه؟ چرا تای حرفو نمیزنی خرچنگ؟ در ماجرای 9 دی هم دیدید امریکا وارد میدان شد، انگلیس وارد میدان شد، رژیم صهیونیستی وارد میدان شد. با این تفاوت که این بار نوکرهای حقیرشون هم آمدن، سلطنت طلبها آمدن، منافقین آمدن. آها بالاخره دست گذاشتی رو جای حساس. طبق معمول دشمن اصلی نظامو گذاشتی لای ساندویچ شرق و غرب تا شاید از ترس علی گدا و وحشت نوجهاش کم کنی. اما اون که باید گرفت. حالا علت ترستون از فتنه هم برملا شد. علت قیقاج رفتن تو و دور زدن بدبختی های جدید علی گدا هم روشن شد. همه این مصیبت ها از یه نقطه آب میخوره. 6 نکته بصیرتی دیگر
نوشتم در رابطه با فرمایشات آقا، ولی خجالت میکشم. خجالت میکشی؟ از چی خجالت میکشی؟ از آقا خجالت میکشی؟ یا از اینکه بعد از گذشت 5 سال و 10 روز هنوز داری روزه 9 دی میخونی؟ بکش خجالتو بکش. هم تو بکش، هم علی گداش که تو کشیدن خبره است. باقی کشیده ها و کشیدنی ها هم تو راهه.